سوال این قسمت ما اومدیم رسیدیم به تست ها. من تست آخری که حل کردم این بالایی بود که به صورت دو مادر دو مجهول حل کردیم. تست بعدی میگیم اگر f برابر با m2 منهای 4 و 5 تا الی آخر باشه میخواد چی باشه؟ یه دونه تابع باشه. خب آقا تابع بودن اینجا خیلی الان یکم مشکل سازه واسه ما، درسته؟ یعنی ما نمیدونیم الان این دوتا که با هم چی هن؟ برابرند. m2 منهای 4 m2 منهای 4. خب m2 منهای 4 نه عدد نمیذاریم چون که با هم برابرن، پس مؤلفه های دومشون هم باید با هم چی باشن؟ پس یعنی m2 منهای 1 منهای 11 معذرت میخوام برابر با چنده؟ 5. خب حالا 11 رو ببرم و میشه 16. حالا چون که رسیدیم به توان 2 از طرفین چی میگیریم؟ رادیکال. گفتیم هر وقت توان 2 بود مساوی با یه عدد بود رادیکال. حالا که رادیکال گرفتیم مثبت و منفی هم یادمون نمیره که این هم میشه بله که میشه رادیکال 4. حالا یه بار 4 رو میذارم ببینم چه مجموعی به من میده، یه بار منفی 4 رو میذارم ببینم دوتاش به من تابع میده یا نه فقط یکیش به من تابع میده. اصلا ممکنه به ازای هیچ کدوم از این دوتا هم تابع نشه. پس بریم شروع کنیم نوشتن. زمانی که m4 باشه f میشه، خب این میشه 0 میشه نه معذرت میخوام 4 تا 16 منهای 4 چند میشه؟ آفرین 12 میشه. پس میشه 12 و 5 12 و 16 منهای 11 بچه ها بازم 5 تا اینجا تابع شد 8 به اضافه 4 هم چند میذاریم؟ باز 12 و 2 شد، درسته؟ الان این دیگه تابع نیست. خب این دفعه منفی 4 بذارم میشه چند؟ میشه منفی 4 بذارم باز میشه 12 و 5 دوباره 12 و 5 درسته؟ با این مشکل هم آخری رو چک کنیم. 12 منهای 4 چون به اضافه منفی 4 دیگه من به جای این امه گذاشتم منفی 4 میشه 4 و 2. این الان تابع است. پس فقط منفی 4 که تابع ما میده. پس من چی کار کردم؟ یه دور دیگه روند کلی رو بگیم. ام هرچی ام دار هرچی که ام داری هرچی که چون ما ام رو به دست آوردیم دیگه، چون که ام رو به دست آوردیم فقط داخل ام میذاریم جایگزین. آقا ما اول میایم چی کار میکنیم؟ میبینم این دوتا با هم برابرند، پس مؤلفه های دومشون هم باید با هم برابر باشن. پس m2 منهای 11 برابر با 5 باید باشه. 11 رو بردم اون ور شد 16 از طرف این رادیکال گرفتم معادله درجه 2. گفتیم وقتی رادیکال میگیریم باید یه مثبت و منفی هم بذاریم. پس m مساوی با مثبت و منفی 4. خب یه بار مثبت 4 یه بار منفی 4 میذاریم و f رو مینویسیم. هر کدوم تابع شد انجامش بدیم. الان m4 دیگه تابع نشد، m منفی 4 تابع شد. تموم شد. این سوال جزء یکم حالا سوالات سخته. خب معمولا هم حالا میاد که مثلا دانش آموز گیج بشه و نتونه حالا انجامش بده و اینا. من یه نکته تستی از همینجا بگم. ببین وقتی سوال رو دیدین هول نشین. اومدیم گفتیم آقا m4 m2 منهای 4 من این دوتا رو با هم برابر گرفتم دیگه، درسته؟ وقتی اومدم اینجا اینو به دست آوردم دیگه نیازی نیست که شما اینا رو بنویسید. من میدونم 12 و 5 یعنی یکیش رو حساب بکنی 12 و 5 دیگه نیاز نیست اون یکی رو حساب بکنی، فقط یکیش رو کافی حساب یا اینو حساب کن یا تمام چون این دوتا با هم مساوی هم. این دوتا با هم چی هم؟ الان دقت بکنید 12 5 12 5 12 5 12 5 یکیشو حساب کن.
بعد تمام چیزتو بذار رو آخری. الان توی بالایی این دوتا با هم چی؟ نمیشه، ولی این دوتا با هم اوکی هم تابع رو تشکیل میدن. ولی اون دوتا چون که 12 هستن، یکی 5 یکی 2 چیه؟ مشکلی نداره. پس در نتیجه این تابع نیست و اون یکی تابع است. پس حواستون باشه تست که حل بکنین، زیاد که حل بکنین، این دستتون میاد که چیکار باید انجام بدید. خب الان سوالات حالا حل کردیم، بعداً میگم که اینجا باز حلش بکنیم خودمون. درسته؟ خب این از این. سوال بعدی میگه اگر رابطه F تابع باشد، حاصل ضرب ریشه های معادله فلان کدام است؟ میگه آقا این یه تابع باشه. قاطیش کرده با درجه 2 مثلا تو مبحث قبلی. دقت بکن آقا اگر بخواد تابع باشه این یکه، اینم یک. M2 منهای 4M برابر با چند باید باشه؟ 12 باشه. اینجوری میشه. درسته؟ خب دیگه نه چیز دیگه نداریم. نه نداریم. خب همینو بذار، همینجا بذارش اینو. بریم اینجا دلتا رو به دست بیاریم. از اینجا دلتا چی میشه؟ بله 8M. درسته؟ مساوی میشه M2 به اضافه 8M منهای چیز به اضافه 16 منهای 8M مساویه با این دوتا با هم میرن، میشه M2 به اضافه 16. خب حالا من از اینجا به قول شما گفتی چند بذاریم؟ 6 و 2 خوبه؟ 6 و 2 تجزیه. خب بزرگ منفیه، پس این منفی میشه. پس ریشه هم چی میشن؟ قرینش 6 و منفیه 2. خب من به جای این ام هام اینجا یه بار 6 میذارم، یه بار منفی 2 میذارم. خب یا میتونستیم اونجا بذاریم تو معادله اصلیمون. تو معادله اصلی بذاریم بهتر نیست؟ به جای امام یه بار چند میذارم؟ 6 میذارم، یه بار بله چون ما امو به دست آوردیم آقا، مال اف دیگه نه. خب میشه 2x2 منهای 6 بوده، 6 به اضافه 4 10x به اضافه 6 مساوی با چی رو میخواد؟ چون حاصل ضرب اصلا نیازی به این بالایی نبود. اصلا نیازی به این بالاییه نبود. حاصل ضرب شد چی؟ پی چی بود؟ سی آم. درسته؟ سی آم میشه چقدر؟ 6 دوم میشه 3. تو گزینه ها هستش. بعدی رو چک کنیم. ببین ما الان اینجا منفی 2 رو نمیتونیم قرار بدیم. چرا؟ چون ما منفی 2 و 6 داریم و منفی 2 و پس در نتیجه منفی 2 قابل قبول و همون 6 هست. پس اینم پس جوابمون همون شد گزینه 1. یه دور دیگه سوال مهمی بود، میخوام پاک کنم از 0. خب گفتیم آقا این تابع است، این یکه، پس 12 با این باید برابر باشه. پس M2 منهای 4M باید بشه چند؟ از اینجا M2 منهای 4M منهای 12 مساوی با 3. از اینجا گفتیم آقا یه 6 داریم یه 2 داریم، این منفی میشه، ریشه ها 6 و منفی 2. گفتیم منفی 2 قابل قبول نیست، چون اگر منفی 2 رو اینجا بذاریم میشه منفی 2 و 6، این یکی منفی 2 و 3 و این 6 و این
3 که تابع نیست. تابع نیست. تنها جوابی که داریم اینه 6. خب پس اینو میام میذارم داخل معادله. میشه 2x2 منهای 10x به اضافه 6 مساوی با 0. درسته؟ حالا اینجا از من چی رو خواسته؟ حاصل ضرب. حاصل ضرب هم که سیاهمه. میشه 6 دوم برابر با 3. گزینه 1. این هم هست. بعدی میگه اگر جدول مقابل اگر نشان دهنده یک تابع باشد مقدار بی ام های آ را حساب کن. خب بیام چک بکنم اونایی که مثل همه 2 با 2 دیگه، پس یعنی 2 آمن های 1 باید بشه 7. این بای. خب دیگه چیزی ندارم که مثل هم باشن. درسته؟ اولیاشو آ رو به دست بیاریم. 2a برابر با 8 پس a برابر با 4. آها خب یک رو بردار ببر اون ور دیگه. آها خب a 4 به دست اومد. آقا 4 رو میذارم اینجا. 4 منهای 1 چنده؟ 3 و 1 شده. درسته؟ اینجا هم باید پس در نتیجه b 1 منهای 4 هم میشه منفی. تمرینات دیگه تمرین. خب کدام یک از نمودارهای پیکانیزی نشان دهنده یک تابع از مجموعه آ به بی است؟ گفتیم اونی که 2 تا داشته باشه به درد ما نمیخوره. به درد نمیخوره. به درد نمیخوره. این یکی هم چون که اصلا به هیچ جا نرفته به درد، پس گزینه 2. تمام شد. ببین این 2 کار خراب میکرد، این یکی کار خراب میکرد. آها حله؟ بعدی این چیز صفر قبوله. صفر هم یه عدد دیگه، مثل یه عدد باش رفتار میکنه. آره درسته صفره ولی یه عدد. اوکی. میگیم اگر نمودار ون مقابل نشان دهنده یک تابع باشد حاصل بی ام های 2a کدام است؟ ببین کل کار ما اینه منفی 3 است. پس a به اضافه 2 که شده 3 پس a چنده؟ 1. به جای این a بذار 1 به اضافه 1 و این 2 با این 2 بعد مثل هم باشه دومیاش. پس بی ام های 1 بعد بشه 4 و بی چنده؟ 5. آ رو به دست آوردیم، بی رو هم به دست آوردیم. 5 منهای 2 میشه حله؟ از اول توضیح بدم. منفی 3 نداریم. ببین گفتم این منفی 3 رو باید بریم دنبالش. آ به اضافه 2 با 3 چون به 2 تا وارد شده دیگه. چون که به 2 تا وارد شده پس این 2 تا باید با هم برابر باشه. پس آ به اضافه 2 3. پس آ چنده؟ آره دیگه. خب آ 1. بعدی گفتیم به جای این آ هم 1 بذار. آ اینجا 1 بذار. 1 به اضافه 1 چنده؟ حالا این 2 با این 2 بعد مثل هم دومیاشون باشن. این 4 این هم بی ام های 1. بی ام های 1 شده پس بی 5. حالا جایگذاری میکنم اینجا 5 منهای 2 مساوی با 3. آت 1 دیگه. آ 1 یه 2 تا داد. خب این هم هست. بالایی گزینه 1 شد. 3 شد ولی گزینه 1. کدام یک از نمودارهای زیر یک تابع است؟ ببین من شروع کنم خط کشیدن دیگه. این تابع نیست چون 2 تا قطع کرده. پایینی 2 این هم که دایره اصلا نیست. این یکی هم ببین اینجا که خط میکشم 2 تا نقطه رو قطع میکنه. این نیست ولی این هست چون که تنها جایی که مشترک دارن اینه که یکیش تو خالی یکیش تو پره.
بذار من اینو یکم بزرگتر کنم شکلش رو ببینید. این دوتا مهمه. یه نگاه کن، یکیش تو پره یکیش تو خالیه. وقتی یه خط شروع میکنیم به کشیدن، اونی که بالایی رو قطع میکنه ولی پایینی چون که تو خالی ازش میگذره دیگه، از وسطش میگذره. پس در نتیجه فقط داخل یک نقطه قطعش میکنه. فقط داخل چند نقطه قطع میکنه؟ یک نقطه. این مهمه. آفرین، دقیقاً مثل سوزن. اما این یکی رو بچه‌ها نگاه کنید، وقتی خط میکشم دوتاشو قطع میکنه. آها، چون که توپر، میبینید کامل دوتاشو قطع میکنه، پس این تابع نیست. خب سوال بعدی، کدام گزینه معرف یک تابع است؟ آها، اینجا از 4 تا مدلش داده، هم زوج مرتب، مختصاتی، نمودارگون و جدولی. میگه کدومو ببین کدومش تابع هست. ببین این سهه، این هم سهه نیست. بعدی اینجا مشکلی باش؟ دو هست دیگه، دو هست. این دوتاش توپره، چون که توپره پس دوتا قطع میکنه، پس نیست. یکی دوتا. آها. ببین دوتا چیز داره دیگه. آها. بعد اینجا هم که چیز معذرت میخوام، این سه، این هم سه، این منفی 5، این رادیکال 4 2 دیگه، 2 به اضافه 1 3، پس 3 میشه، 3 با منفی 5 3 با 1، پس این تابع نیست. این هم آقا هست. این هم هست. با حذف کدام نقاط از نمودار روبرو نمودار یک تابع به دست میاد؟ چی؟ بریم چک کنیم اول. بی رو باید حذف کنیم، یا بی یا سی، یا بی، پس من اینجا می‌نویسم بی یا سی. بعدی اف و جی اف و این پایینش مشکلی نداره، جی و اچ، جی یا، چون دقیقاً هم تو پرن دیگه دوتاش. آها، اینجا هم چی رو باید حذف کنیم؟ جی رو، چون که خودش یه نقطه تناس، اگر اینجا بکشم همینجا رو قطع کرد، همینجا رو. خب باید جی رو داشته باشه گزینه ها، پس 4 و 2 حذفن. خب میرم اینجا بی و دی، نه این اشتباه، بی و جی درست، یه دونه بی یه دونه جی. یا میتونست بگه سی و اچ، یا میتونست بگه سی و جی، یا میتونست بگه بی و اچ. اینجوری بالاخره یا اینجوری بعد انجامش میداد دیگه، یکیشو بعد میکن. مثلا ضربه داری میتونست بگه، بالا و پایینیش میتونست بگه. بین اونا باید یکیش حذف بشه. من چیزایی آره میارم. جی حتمیه بچه‌ها، جی حتمی. خب بریم سراغ سوال بعدی. مجموعه آ دارای 3 عضو و مجموعه بی دارای 2 عضو است. چند تابع از آ و بی داریم؟ یه فرمول گفتیم، فرمول گفته بودیم خروجی. بعد ما اومدیم چیکار کردیم؟ مثلا نه مؤلفه اول به توان، مؤلفه دوم به توان مؤلفه اول. درسته؟ مؤلفه دوم چند تا عضو داره؟
دو عضو داره. 2 به توان 3. ببین مؤلفه دوم به توان مؤلفه چرا اومد پایین؟ خب 2 به توان 3 میشه چند؟ اینجا تویی نداریم دیگه. اینجا تویی اگر از مجموعه دو عضوی A به مجموعه B 64 تابع قابل تعریف باشد، خودش تعدادش رو گفته. از مجموعه دو عضوی A به مجموعه نمیدونم چند عضوی B اینو نمیدونیم اسمش چیه؟ X. میگیم اونی که دومه پایین، اونی که اوله بالا، برابر شده با چند؟ 64 رو بچه ها می‌نویسم 2 به توان 6. نه 2 تا 32 همیشه 2 به توان 5. 32 64 میشه 2 تا 32 تا دیگه، پس میشه 2 تا میشه. خب این از این. میام اینجا یه حرکت میزنم، نگاه اینجا کن. 2 به توان 6 رو یا اصلا اینجوری چرا من دارم سختش میکنم. 64 رو میتونیم چی بنویسیم بچه ها؟ 8 تا یا همون 8 به توانه. مگه توان ها با هم برابر نیستن؟ پس پایه ها هم با هم برابر. پس در واقع مجموعه دومیت چند تا است؟ خب گفت حالا سوال پرسیده در آخر، میگه چند تا به از مجموعه B به A، یعنی برعکسش کرده. ما اول از A به B رو گفتیم حساب کتاب کردیم، اینجا نوشتیم از A به B رو گفتیم حساب کتاب کردیم، او از ما B به A رو میخواد. A به توان B میشه. گفتیم دومی اولی. خب الان مجموعه A 2، اون یکی چنده؟ 8. 2 به توان 8 هم که میشه 256. 2 به توان 8. 2 به توان 6 64 بود. 2 به توان 7 یه 2 در کن در 64 128. 2 تا 128 هم 256. نمیخواد ماشین حساب، مثلا یه چیزا ماشین حساب نداره. خب خب بریم آقا سراغ نمایش پیکانی. نمایش پیکانی آقا همونطور که میدونی گفتیم آقا از اونایی که پیکان خارج میشه توی دامنمون هستن، اونایی که بهش وارد میشه میشن برد ما. الان این سوال نگاه بکن، این سوال آقا نگاه بکن. اونایی که آقا ازش داره خارج میشه اینا میشن چی؟ دامنه. اونایی که وارد شده، فقط اونایی که وارد شده، شیشه عضو دامنه هم نیست، میشه برد. یعنی 4 و 5 فقط برد منه. حواست باشه خیلی ها میان مینویسن 4 و 5 و 6، اشتباهه. این میشه همدامنه. یادتونه بهتون گفتم 4 و 5 و 6 همدامنه است، دامنه نیست. ما به مجموعه این میگیم همدامنه، ولی به اونایی که وارد داره میشه چی؟ اونا میشن برد. ستاش با هم همدامنه است، ولی فقط 4 و 5 که برده. آها 4 و 5. بعدی مختصاتی آقا، نمایش مختصاتی گفتیم آقا طول همه نقاط نمودار میشن دامنه، عرض همه نقاط میشه برد. مثلا اینجا گفته تابعی که چند نقطه تشکیل داده است، دامنش رو بخوایم بنویسیم، دامنش من یه نقطه اینجا دارم، این چنده؟ این 3. این چنده؟ 1. این چنده؟ -3. -2 -2. خب پس من داخل دامنه می‌نویسم -2 x. میخوام برد رو پیدا کنم، RF رو پیدا کنم. این یکی که -1، این یکی 2، اینم باز 2. پس میشه -1 و 2.
چرا 2 رو 2 بار ننوشتم؟ چون 2 تا نقطه بود دیگه، درسته؟ ولی 2 تاش 2 نقطه 2 هم، درسته؟ چی؟ نمیدونم چی؟ کجا رو داریم؟ منفی 3 نداریم آقا. اون منفی 2، این منفی 2. خب پس آقا چون که 2 تا نقطه آ و بی 2 تاشون در واقع اون عرضشون یا وایشون شده 2، من یه بار می نویسم، چون توی مجموعه ها تکرار نداریم، مجاز نیست تکرار. خب بریم سراغ بعدی. اینجا رو خیلی خوب دقت بکنید، از اینجا بعد که بچه‌ها زیاد اشتباه میکنن. موقع تابعی که از یک خط با منحنی تشکیل شده اینه، این آقا تابع. خب من وقتی دارم تابع رو نگاه میکنم 2 تا عدد روی محور x دارم، 2 تا عددم روی محور y دارم. حالا اونایی که روی محور x هن میام مینویسمشون، میگم x دامنه x دیگه، درسته؟ x بین منفی 3 و 4. بعد میام نگاه میکنم تو پر یا تو خالی. اگه تو پر باشه مساوی میذارم، اگه تو خالی باشه مساوی نمیذارم. این میشه دامنه. به این شکل هم نشونش میدم، منفی 3 و 4 بست. اینجوری هم نشون میدم. خب چه با این نشون بدین چه با این. خب توی بعدی برد. خب بریم آقا، میخوام برد رو تعیین کنم. چی رو تعیین کنم؟ برد رو بریم تعیین کنیم. برد آقا روی محور وای هاست. روی محور چیه؟ وای ها. روی محور وای ها من 2 تا عدد دارم، 2 منفی 1. باز دوباره میام چون که برده پس وای بنویسم، میگم آقا از منفی 1 شروع میشه تا 2، از عدد کوچکتر تا عدد بیشتر. حالا دوباره نگاه میکنم این چی آقا؟ تو خالی. باز چیه؟ تو خالی. چون که تو خالی مساوی نداره، ولی 2 چون که تو پره مساوی دارد. پس این میشه بود. اینجا هم واسط نوشتم کاملا هم هستش، اینجا هم باز توضیح کامل دادم که تو پر مساوی داره، تو خالی مساوی نداره. این مهم بود. یه دونه سوال بریم. برد تابع مقابل کدام است؟ بردش بچه ها، برد آقا از کمترین مقدار. ببین وقتی نمودار ادامه دارد یعنی از منفی بی نهایت، درسته؟ منفی بی نهایت. تا چند باید بریم؟ تا منفی 5. یعنی بالا شما منفی میگیری؟ کی اومده این طرف؟ این در واقع اینجوری، این اومده از اینجا شروع شده، اومده اینجا، اومده تا اینجا. با نقطه چینه رو میگیریم. نقطه چینه اومده این طرف x. ما قرار نیست خب برد رو تعیین کنیم. برد چیه؟ اگه الان اون نقطه پایینه برد چیه؟ برد x یا y؟ y کجاست؟ پس چرا میگی منفیه؟ چی کارش داری؟ اومده باشه. مثلا من اگر الان یه دونه تابع اینجوری داشتم، بردش رو کجا در نظر میگرفتم؟ بردش رو اینجا در نظر میگرفتم یا اینجا؟ من آقا x که شد، یا x اینجاست، این میشه دامنه. y که شد میشه برد. تمام. اصلا مثبت و منفی شد. الان تو یه چیزی من بهت میگم. آخرین نقطه چنده؟ چنده؟ 2 تا بعد عدد بدم. منفی 4 و 5. درسته؟ کدومش دامنه است کدومش برده؟ زوج مرتبه دیگه. مگه زوج مرتب نی؟ مگه این منفی 4 و 5 زوج مرتب نی؟ این 4 دامنه است، این پس میشه منفی بی نهایت
هم منفی 5 اومده این طرف بخاطر نه اصلا ربطی نداره. ما هر کجا رفته بود وصل میکنیم به محور وای. ما وصل میکنیم به محور وای. به ایکس کاری نداره. این بالا برده. وصل کردی اینجا دامنه. وصل کردی به محور ایکس دامنه. خب پس آقا برد این شد. من پای کنم اینا رو. پس آقا بردش شد. گفتیم آقا اینجوری می نویسیم. منفی بی نهایت 5 توپر مساوی داره. یا در واقع x های کمتر مساوی با x من باز x نوشتم. بعد y می نوشتم. من چرا y و y برابر با منفی و y کمتر از 5. این است. بردش رو میخواست چی کار میکردیم؟ برد محور x ها. برد محور x ها. از کجا شروع شده؟ از منفی 4 شروع شده تا مثبت، چون قطع نشده، نگفته مثلا نقطه آخرش کجاست. نقطه آخری واسه ما در نظر نگرفته. همینجوری داره میاد اینور. حرکتش رو به پس در نتیجه این مساوی داره. اگر گفته بودن اینو بگو چی میشه، میگفتی x های بزرگتر مساوی با این آقا برد این دامنه. برعکس x برد. کی گفت x برد؟ x دامنه. x دامنه. آره ببین تا زمانی که دست به قلم نشی سوال حل نکنی فیلم ها رو نبینی همینه، داستان همه و هیچ فرقی نخواهد داشت. بریم توی قسمت بعدی. مدل دیگری از نمایش ضابطه‌ای یک تابع. آقا ما ضابطه یک تابع رو تقریبا حرف زدیم در مورد، ولی اینجا یه چیز خاص وجود داره. یک نوع نوشتن خاص برای ضابطه وجود داره. نوع خاصش اینه که میاد چیکار میکنه آقا؟ میاد میگه از آ به بی، آ دامنه شماست، بی میشه هم دامنه. برد لزوما نیست. ممکنه برد هم باشه ها، ممکنه برد هم باشه، ولی اینجا در کل ما بهش میگیم هم دامنه. میگیم بله دقیقاً برد زیر مجموعه هم دامنه است. بعد یه fx داریم. fx هم چی بود آقا؟ ضابطه تابعمون. ضابطه تابع که f آقا اسم تابع است، دامنمون آ، b هم دامنه تابع است، نه برد تابع. برد همیشه زیر مجموعه هم دامنه است. در خط دوم اینجا به صورت fx مساوی با نقطه چین آمده از ضابطه تابع نوشته می شود. یا مثلا حالا اینجوری، این هم میتونی واسه خودت حفظ بکنی. دیگه همه چیزو اینجا واسه نوشتم. خب سراغ بعدی بریم. یه تست. تابع این در کدام گزینه آماده است؟ یه تابع داده، دقت، این دامنه است، این هم دامنه است. ما میخوایم برد رو به دست بیاریم، یعنی در واقع زوج مرتب ها رو به دست بیاریم. خب سلام آقا بفرم نه خواهش بفرم. خب آره هست. خب آقا اینجا چند تا نقطه داری؟ 2 تا نقطه داری. پس یه بار x و منفی 2 باید بذاریم که میشه f منفی 2 مساوی با 2 ضرب در منفی 2 به اضافه 3. چند میشه؟ منفی 4 به اضافه 3 منفی 1. الان ما تعمیری داشت که چند تا نقطه داشت. الان بهت میگم دیگه، عجله نکن فعلا، بدون که الان نگفتم دیگه. یه بار یک رو میذاریم. حالا f1 رو حساب کن. f1 رو حساب کن میشه 2 ضرب در 1 به اضافه 3 میشه 5. حالا زوج مرتب این میشه منفی 2 و منفی 1. گفتیم ورودی اول، خروجی آخر تو مؤلفه دوم. دوباره ورودی 1، خروجی 5. الان منفی 2 منفی 1 کجا هست؟ اینجا هستش، اینجا هم هستش، اینجا هم نه، اینجا نیستش، چون اینجا منفی 1 منفی 2 نوشته.
گفتیم زوج مرتب. اینجا مرتبه کمکمون میکنه. 1 و 5 اینو نداریم، پس میشه گزینه 3. بله. حالا یک اما نیست. آسوده رد این بزرگ کرد. درسته؟ اینطوری نبوده. 4 گزینه اینطوری نداشت. خب تست دیگه، تست اینجوریه دیگه. مثلا نهایت شما تو تشریح به اینجا میرسید تمام. خب یا به صورت یه دونه مجموعه میذاشتیش -2 -1 1 و 5. آره. این هست. خب بریم سراغ بعدی. نمودار تابع به کدام صورت است؟ نمودار رو خواسته. نمودار آقا مگه من الان یه چیزی من بگم قبلش در مورد سال قبلی. آقا همدامنه چی بود؟ بردت چیه؟ -1 و خروجیت دیگه. خروجیت میشه برد. -1 و آیا آر اعداد حقیقی، این اعداد چیه؟ حقیقی. رادیکالیا نمیدونم فلان همه چی داخلش. آره همه چی. آیا همدامنت با بردت یکی شد؟ همدامنت آره دیگه آر. بله. تماما نه. کجا یکی شد آقا؟ ببین وقتی میگم یکی شد یعنی این. الان من آر رو بخوام روی محور نشون بدم، میگم آر از اینجا تا اینجاست. همش. ولی وقتی بخوام بگم -1 و 5 کجان؟ اینا. این -1 اینم 5. آیا همش با هم شده؟ این مساوی شده؟ 2 تا نقطه است. 2 تا نقطه چطوری با همش برابر شده؟ بعد حواست باشه آر که میگم این نوع آر نوشتن با این نوع آر نوشتن فرق میکنه ها. فرقش اینه اعداد حقیقی رو ما با این آر نشون میدیم، یه خط کنارش، ولی برد رو یه دونه آر اینجوری نشون میدیم. اینا فرق دارن، اینا مثل هم نیستن. آها این مهمه. آر یعنی ریل داخل اعداد حقیقی. آر اون یکی یعنی رنج. آر اون یعنی رنج. آها این حواست باشه قاطیش نکن. این حروف قاطی نکن. خب سوال بعدی آقا چی میگه؟ سوال بعدی میگه نمودار تابع این کدام است؟ خب ما اول که بخوایم نمودار رو به دست بیاریم بعد زوج مرتبش رو به دست بیاریم. خب زوج مرتبش رو آقا به دست بیاریم. زوج مرتب ببین خود سوال دامنه رو داده 2 -1 یعنی این دو یه بارم منفیه. یه چیزی اینجا داده این همدامنه است یا برده؟ همدامنه است. گول خوردی. چرا گول خوردی؟ فکر کردی که عدد گذاشته دیگه تمام، یعنی این دیگه برده و تمومه. حالا بریم نگاه کنیم چی به دست میاد. آها الان f2 میشه 2 به توان 2 منهای 2 میشه 4 -2 میشه 2. f -1 میشه -1 به توان 2 منهای -1. آها 1 به اضافه 1 باز میشه چند؟ بردت چیه؟ بردت فقط تکاذبی 2. بردت فقط تکاذبی اون همدامنه بود. اون 3 رو گذاشته بود که تو دقیقاً اشتباه کنی و نمودارت رو اشتباه بکشی. گذاشته بودش که نمودارت رو اشتباه بکشی. خب الان آره بعد بنویسیم. حالا نگاه کن. من الان زوج مرتب‌هاشو میخوام بنویسم. 2 ورودیم بوده، 2 خروجیم بوده. -1 ورودیم بوده، 2 خروجیم بوده. 2 تا نقطه دارم. درسته؟ 2 تا زوج مرتب دارم. میخوام روی محور نشونش بدم. مگه نگفتن نمودار؟ میخوام نمودارش رو بکشم. 2 و 2. این 2 تا میام سمت راست، 2 تا میرم بالا. این نقطه اول. نقطه بعدی -1 و 2. این شد نمودارش. هم تمام همین. یه صورت که مثل صورتی که چشمش نزدیک تمام شد. اوکیه؟ پس آقا وقتی به شما عدد دادن توی دامنه
باید بذاریش داخل ضابطه تابع. مؤلفه دوم رو به دست بیاری، زوج مرتبش رو بنویسی. زوج مرتب که نوشتی بردش مشخص میشه، نمودار مشخص میشه، همه چیز دیگه مشخص. هم دامن است. هم دامن کارش نداریم. اصلا نداریم، کارش نداریم. وارد کن. میدونیم که جوابمون توی این مجموعه است. حالا خودش شاید نباشه ولی داخل این مجموعه است. دیدین داخل این مجموعه بود 2 میشد فقط. میشه بوده که همدامن حساب نه برعکسش ممکنه ولی اون نه ممکن نیست. نه نمیتونی، اون نمیتونی. خب خیلی وقتا هم آقا ضابطه جبری تابع رو آقا با یه جمله ریاضی بیان میکنن، توصیف میکنن. بحث توصیفی بود. خب ورودیمون آقا x در نظر میگیریم، جمله هایمون هم که آقا گفته مثلا نداریم و بر حسب x می‌نویسیم و fx رو انجام میدیم. مثلا تابع f به هر عدد طبیعی که وارد آن شود جذر ثلث آن عدد را نسبت میدهد. ثلث اون عدد از آخر به اول میام. ثلث عدد چیه؟ من عددمو دارم؟ نه. x میذارم. ثلثش چی میشه؟ جذرش چی میشه؟ بگرد پیداش. چی؟ این که نیست، به خاطر ضابطه است. به خاطر ضابطه. 2 هم نیست. چرا 2 نیست؟ نه ضابطه‌اش هست. اینجا چی گفته؟ چی بوده؟ مگه وارد نشده؟ پس این ورودیمون دامنمون عدد طبیعی. چی؟ نه طبیعی بعد ان باشه. زد یعنی صحیح. زد کجاست؟ اصلا زد نداری. یا 3 یا 4. 4 که نیست به خاطر ضابطش، پس 4. این هم به خاطر آرش بود که نیست. ضابطش چیه؟ مشکل ضابطه چیه؟ رادیکال x به روی 3. در صورتی که گفتیم ثلث عدد جذر. ثلث جذر. یعنی اول عدد باید 1/3 بشه، بعد رادیکال بگیریم. بعدش رادیکال. اونجا اول رادیکال گرفته، بعد اومده ثلثش کرده. اینو حواست باش. خب اینو همه رو میگم. مجموعه اصلی رو چه واسهتون آوردم که به درد بخور ما هستن، اینا آوردم. این عدد طبیعی، W حسابی، Z صحیح، Q گویاست. ما مخرجی ها رو منظورمونه، ولی مخرجش 0 نباشه. حقیقی هم که آره تمام عددی که میشناسیم. گنگ هم که رادیکالی ها و عدد پی و حالا نه اعشاری هایی که تناوب ندارند. توی کلاس 9 داشتیم فصل 2 قسمت اولش در مورد حرف میزد. آره خب یه 3 دقیقه استراحت کنید. خب مجموعه ها رو هم گفتیم، بریم ازش سوال حل بکنیم. از این قسمت هم من امروز رو بیشتر به سوال حل کردم تخصیص دادم که این قسمت هایی که خوندیم و لااقل بدونیم تستاش رو خوب بزنیم. خب گفته کدام گزینه ضابطه مناسبی برای تابع جدول روبرو است. خب جدول داده ضابطه رو خواسته، قانون رو خواسته. خب میریم آقا چک میکنیم. چک کردنش آسونه، چیز خاصی نداره. نگاه اینجا بکن آقا، -1 رو بذار ببین کدوم -2 میشه. این -2 میشه، این نمیشه. -1 که بذاریم چند میشه اینجا؟ -2 -3 این میشه. اینم این چی؟ این نمیشه. یکی نمیشه. این میشه 4. آره. خب الان گزینه 1 و 2 موند. درسته؟ بیا 1 هم بذار داخلشون. ببین 2 میشه یا نه؟ 1 بذارم 2 میشه، 1 بذارم 0 میشه.
یکو بذار منفی 1 به اضافه 2 به اضافه 1 نه باز مثبت 1 مثبت 2 میشه. 3 رو بذار 3 دوتا جواب چنده اینجا؟ چند باید به دست بیاد؟ پس این جواب نیست، پس گزینه 2 جواب. پس با جایگذاری میتونیم اینو به دست بیاریم. چیز خاصی؟ نه. جایگذاری این هم از این. تابع f در هر عدد حقیقی 4 واحد کمتر از 2 برابر مکعب همان عدد را نسبت میداد. دقت، تابع f در هر عدد حقیقی 4 واحد کمتر از 2 برابر مکعب همان عدد. مکعب همان عدد میشه x به توان 3. 2 برابرش 4 واحد کمتر تمام شد. حله؟ پس از آخر به اول برگشتم. این که نیست، اصلا این پرت از مرحله. خب این از مرحله پرت. این هم که نیست، اصلا رادیکال نداریم. یا 2 یا 4. آها. خب 2 برابر مکعب همان عدد x مکعبش x به توان 3. 2 برابرش 2x. کدومش 2x داره؟ تموم شد. تموم شد. بعدی توصیف کلمه مناسب برای تابع رادیکال x تقسیم بر 2 منهای 2x به توان 2 در کدام گزینه آمده است؟ 1. تابع f به هر عدد طبیعی جذر نصفش منهای 2 برابر مربع را نسبت میدن. جذر نصف جذرش ببین ما نصف جذر رو میخوایم، درسته؟ این جذر، این هم نصفشه دیگه، میشه نصف جذرش نه جذر نصفش. جذر نصف چیه؟ اینجا نگاه کن، یعنی اول نصفش کن بعد جذر بگیر. خب مگه ما از این ور به این ور نمیخونیم؟ برعکس نمیخونیم. اول میگه نصفش کن بعد جذر بگیر، یا نه اول جذر بگیر بعد نصفش کن؟ من توی سوال دارم میبینم اول اومده چی گرفته؟ جذر گرفته. پس جذر اینجاست، بعد نصف، پس میشه نصف جذر. پس یا 3 این 1 و 2 نیست، یا 3 یا 4 منهای 2 برابر مربعش، یعنی اول مربعش کن، یعنی اول x به توان 2 برسون بعد 2 رو ضرب کن. در صورتی که اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اول 2 برابر شده بعد مربع شده. بعد چی شده؟ آها، پس میشه گزینه نه سخت نیست. ببین من عملیاتی که دارم انجام میدم اینه. اینجا نگاه کن، رادیکال x تقسیم بر 2، شما اول جذر گرفتی بعد تقسیم بر 2 کردی، یا اول تقسیم بر 2 کردی بعد جذر گرفتی؟ خب اول جذر گرفتی، پس اینجوری میشه نصف جذر، چون جذره بعد نصف شد، درسته؟ منهای x اول 2 برابر شده بعد به توان رسیده، یا نه اول به توان رسیده بعد 2 برابر شده؟ اول نه 2x دیگه، اول 2 برابر شده، پس میشه 2 برابر مربع قبلش. مربع چیه؟ پس میشه مربع 2 منهای مربع 2 برابرش. پس هی باید برگردی بعد، چون بچه ها این صفت یعنی ترکیب اضافی. ترکیب چیه؟ اضافی. ما ترکیب وصفی داریم و ترکیب اضافی. توی ترکیب وصفی اول موصوف میاد بعد صفت، یا اول صفت بعد موصوف؟ تموم شد رفت. موصوف صفتشو پیدا کن، مضاف و مضاف الیهش رو پیدا کن. مضاف الیهش اول مضاف میاد بعد مضاف الیه، یا اول مضاف الیه میاد بعد مضاف؟ اینا عربیاته، اینا ادبیاته. آره اینا اینجوریه. خب ولی اول آقا مضاف بعد مضاف الیه، البته به جز شعرها.
خب خب ضابطه تابع محیط مستطیل هایی که طول آن دقت محیط مستطیل هایی که طول آن 5 واحد بیشتر از ثلث عرض آنها باشد. عرض اول من یه مستطیل بکشم، مستطیل طول x، عرض مثلا y. حالا میگه این وایه خب طول آنها 5 واحد بیشتر از ثلث عرض معذرت میخوام اینجوری نوشتتش، بر اساس این یکی نوشتتش. طول برابر با 5 واحد بیشتر از ثلث. آقا 1/3 عرض به اضافه 5 واحد بیشتر از ثلث عرض ثلث عرض. خب گفته بر حسب طول، گفته چی رو میخواد؟ محیط رو میخواد. محیط رو میخواد بر حسب چی؟ طول تو هم x دیگه، بر حسب طول میخواد x. پس من اینو باید بیام وای رو تنها بذارم و x رو بنویسم. 5 رو ببرم اونور میشه x منهای مساوی با y سوم. درسته؟ به این یه مخرج 1 بده، 3 رو در این چکار کن؟ ضرب کن. 3x منهای 15 میشه y. بعد محیط بچه چی بود؟ محیط 2 برابر طول به اضافه عرض. پس p x 2 برابر x به اضافه y. آقا x خودش خب به جای y بذار 3x منهای 5 منهای 15 معذرت میخوام. پس میشه x به اضافه 3x منهای 15 مساوی 3x و x میشه چقدر؟ خب اینجا نگاه کن آقا، اینجا نه x به اضافه 3x 4x جمع آقا بینشون فعلا ضرب میشه، بعدا ضرب میشه. 2 4 تا 8x منهای 30 پس میشه گزینه 2. از بعد که وای به دست آوردی برسیم چابی خسته شده اینا 15 دقیقه دیگه هم مونده تا اصلا شکل‌ها یعنی هر شکل‌ها رو هر کی میخواد باید توضیح نمیفهمی شکل اصلا میفهم شکل‌ها سخت اصلا میفهمیم از پایه داریم آها گرفتم حله مطمئن نگرفتی خود منطور خوب بسته اصلا محیط تا نهایت ساده منون تو مرسلس سال کل 12 یه جا جمع میشم. انگلیسی میذارم بلنگو میذارم واسه تون پخش همونجا واسه تون. کدوم سال یعنی همه اینجا نگاه ببین، اینجا نگاه کنم. ببین آقا گفت ضابطه تابع محیط مستطیل هایی را که طول آنها 5 واحد بیشتر از ثلث عرض آنهاست. ثلث عرض چنده؟ وای. ثلثش میشه 1/3. ثلث 1/3 پس میشه و 5 واحد چیه؟ بیشتر. پس x میشه 1/3 وای به اضافه 5. اینا. بعد چیزی که از ما خواسته محیط رو بر حسب چی خواسته؟ یعنی بر حسب x خواسته. پس من y رو بعد بر حسب x بنویسم خب که بعد بتونم اینو جایگذاری کنم اینجا. خب پس میام اینو جوری مرتب میکنم که y خودش تنها بشه. y خودش
فرق میشه. 5 آوردم اینجا شده منفی 5. وای سوم باقی مونده یا همون 1/3 وای باقی مونده. 3 رو در بالایی ضرب میکنم، یکم در وای طرف این وسط این دیگه میشه 3x 3 5 تا هم تا اینجا چه فهمیدیم؟ پس وای شد 3x منهای 15. محیط چیه؟ محیط آقا اینجا 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 و اینجا باید با هم جمع میشن. چند تا عرض داری؟ چند تا طول داری؟ پس 2 برابر طول به اضافه عرض. حالا به جای واحد چی میتونستی بذاری؟ پس بذاریش x به اضافه 3x 4x منهای 15 2 رو ضرب کن 2 4 تا 8x 2 تا 15 تا گزینه 2. سختی نداره دشواری نه. اوکی اوکی خب چقدر دیگه داریم؟ سوال زیاده. خب واسه امروز آقا کافیه. جلسه بعدی انشاءالله ادامه میدیم، سوال حل میکنیم و بعد اون مبحث بعدی رو من باز درس دارم. مبحث بعدیتون هم اینه، بذار من بیارمش مبحث بعدیتون رو. سوال گرفت تابع خطی، وارد تابع خطی میشه. اوکی؟ یعنی پنجشنبه انشاءالله که اومدین ما تابع خطی رو شروع میکنیم، تموم کردنش با خودست. دیگه تموم کردنش با خودست، دست ما نیست. ببین حتی جزوه‌ش هم کامل ننوشتم، نگاه کن.